خورشید داغ دهم را می‌بینید؟ لبخندت که مرا به مرگ می‌خواند کجاست؟ لبخندت که مرا به مرگ می‌خواند کجاست؟ محبت تو مرا بس. محبت تو مرا بس. محبت تو مرا بس. زود باشد که شعله‌های سبز دعایت جامعه خاکی من گردد. انگشت‌هایتان تراوت خورشید دهم را ارمغان خواهد کرد. مرا به خود بینوازید. آقای مدیر عزیز، هیچ میدونستید دخترتون از شقه‌ای بود سراسر پر از کرم‌های درشت انسان؟ شما میخواستید منو به کرم خوردن عادت بدید. اگه منو احمد تو زیر زمین بودیم در عوض بهش گچ دادم. اگه من اونو به تاریکی صدا کردم مرا به نوازش ستوری خاک محدود کنید. نروید و مرا با این نور کور کننده کثیف تنها مگذارید. نروید. ای یوسف خوشنام ما، خط است، پر از اشباح، سکوت زبان و صدای چشم‌ها، لیکن نفسم را، ضربان آرام قلبم را و تاریکی پر لذتم را از من می‌ربایی. در سکوت پایای شب دیدمت که خورشید را به توطئه می‌خواندی. خیمه های معصوم گرد گرفته صحرا را به کدام شلاق میزنی؟ دستت که انگشتانی به بزرگی کوه ها دارد، چرا خط سرخ بر مستوران ناتوان خیمه ها میکشد؟ شمشیرت را برگردن من بزن. شمشیرت را برگردن من بزن. گوش کن. صدای ملکوتی فرشتگان آسمانی را میشنوید که در 6 جهت آسمان ندای کمک سر دادند. ای شاهدان، احمد تو زیر زمینه، صورتشو با گچ سفید کرده و پاهاش از زغال سیاه.
گربه‌ای که مدام به زیر زمین میره و بیرون میاد. ساکت. اون از صدا میترسه. اون از من و تو میترسه. از من فرار کن. از من فرار کن. آتشی در کار نیست. خاکستر و سنگ مذاب است که میبارد. جرعه های خون سرخ جوشان در دهان خاک گرم خشن. کوزه آب خنک دارم، طفل تشنه‌ات کجاست؟ کوزه آب خنک دارم، طفل تشنه‌ات کجاست؟ کوزه آب خنک دارم، طفل تشنه‌ات کجاست؟ دستم را اگر به سویت بیاورم تسلی داری؟ تسلیت را، تسلی مقدس مبارکت را به ماتم زدگان هبه کن. چه کسی غارت لبخند شنیده است و راه آورده اشک؟ چه کسی غارت لبخند شنیده است و راه آورده اشک؟ هیلویی، هیلویی. لما سبختنی. خدایا چرا ترکم کردی؟ هیلویی، لما سبختنی. آنک اتصال، اینک حیات. مرز گذر کجاست؟ گرمیست یا درد؟ سکونی نیست، پس هیاهو چیست؟ دستم را از خاک بیرون مگذارید، پایم را از خاک بیرون مگذارید. بر گورم گلاب بپاشید، بر کفنم گلاب بپاشید. باشد که میهمانان به بوی خوش خانه شام کردم. فدا، نوش، خونم را بنوشید، خونم را به پای نهالهای تازه کاشته تان بباشید. گل مست میخواهم، چه دارید؟ خورجینی، گلهای مستی که با لبهای شراب‌آلود خاک اسرارون منو بپسند. ساکت. سکوت. ساکت. سکوت. آنک اتصال، اینک حیات. آنک اتصال، اینک حیات. آنک اتصال، اینک حیات. ای یوسف خوشنام ما، خوشنام ما، خوشنام ما. ای یوسف خوشنام ما، خوشنام ما، خوشنام ما. خوش میروی بر بام ما، بام ما، بر بام ما. ای در شکست جام ما، ای بر دریده دام ما، ای در شکست جام ما، ای بر دریده دام ما. ای یوسف خوشنام ما. کجا فرار کنید؟ مرد. گلوم خوش شده. یکم آب حسین بخوام. چقدر داغه. سرگیری هست.
سرچه گرفتم خدا به من شاهده مثل این که روز قیامته چه نگاه غریبی داشت مثل این که درم رفته توی مرسم چشمم خوش شد چه صندوقیه اما آدم خوبی شب یه خواب بد دیدم اصلا کی میشه بگرد نداشتیم میخواست جنگ بزنه به سینه ریزم صورتش سیاه شده بود دستم میلرزه سردم حسین آقا یا امام حسین دارم میپسم چقدر موهای محکم و دوست داشت خدا دست کنه همه ما بگذر حالا یه طوری میشه زبانش مردم بیرون روشون چند روز عجیبیه چه جهنمی اینجا اگه من شوهر داشتم منم دوستش داشتم همه به اندازه هم یه کاری بود کلید صندوقت کجاست؟ کلید صندوقت کجاست؟ حرف نزن هیچی نگو صدا در نیار اذیتت نمی‌کنم حالت خوبه؟ دارم میشه هیچ کاری نداری کلید صندوقت کجاست؟ کلید صندوقت کجاست؟ این دسته کار کشته حسین آقا کلید کجاست؟ چرا میخندی؟ پسر بدبخت همیشه عرق میخوری نجسی میخندی باش که از چشمان سرازیر میشه صدا نکن حالا سگ زهر کجا دیدیم میترسم حسین آقا برو کنار دختر همه که رفتن تو میشه مردی داری چرا اومدی اینجا عرق میخوری نجسی پولت حلاله آدم زمین نکو آدم زمین نکو این بچه مسلح من اینجا حسین آقا چونیش نشه داره گریه میکنه حالت چی هست چه ناخونای تیزی داره سر شدی کلید صندوقت کجاست؟ سر شدی کلید صندوقت کجاست؟ خورشید اینجاست زمین میلرزه یا حسین مغزم داره بخار میشه آب بدنم تموم شد یا حسین خوش اومدی آب گیر نمیاد یا حسین هیچ گفتم و زخ خراب شدن هیچ میرنی تو یا حسین حسنونه های آب جلوی سرده درستی رو میشه یا حسین سرمون گرفته کسافت تو حیات رسیده من تو حیات یا کار که نداری برم بشینم سکه هامو بشمارم چقدر داغه یا حسین بذاری برشم حالا نه من نمیخواستم تو نمیخواستی حسین آقا شب چه شد؟ بچه بازی یعنی چی؟ باشه گرفت خود از کدام بیشتر زده خواهش میکنیم میگیم رفته بیرون برنگشت صبح بود من تازه داشتم از خونه میرفتم بیرون با حسین آقا بودم که اونو دیدم داشت میرفت بیرون صورتش شد رفت بیرون شب پیشش بودم چی بهم نگفت
مرد خوبی بود، همه دوستش داشت. میومد پیشم میشست براش قصه میگفتم. آدم گنده چقدر دوستش داشت. آدم خوب اینطوریه، همه دوستش داشت. ایمانی محمد